خب دوستان گرامی، سیر سیاحت در عربستان سعودی ادامه دارد. هنوز ما در شهر جده هستیم و همه اون مثل رانندگان اینجا میگن تاکسی که اینجا هستند پاکستانی هستند، بنگلادشی هستند و عرب ها هم خودشون در شما میرسن میگن کجا میرویم میبرم. خب پولشون رو البته میگیرن. از همین رو شما نقل جمعیتی در کوبید، چون در شهر عموما نقل جمعیتی نمیگردد. ببینید این آدما رو نمیبینید، آدما نیستند در کوچه ها، هیچ کس نیست. ماشینا هستند در درونشون آدما، یعنی اونها با هر کجای شتاب دارن کاری خود رو اجرا میکنن همین خیل. اما برای من یک چیزی مهم که به شما خواهم گفت، این وقته که تاکسی که اینجا ما رو به ورزشگاه میبرد، چون فهمید که ما تاجیکیم، سرود رو پخش کرد که به زبان تاجیکی است و گفت وقتی که من گفتم من مجد رومی رو میدونم، من دیگر غیر حافظانی عربی رو میدونم، گفت ما هم تاجیکا رو میدونیم. و بعدا همین سروده که حالا شما میشنوید الاستمرار على اليمين عند مفترق الطرق. الاتجاه نحو اليسار باتجاه الطريق المنحدرة. حالا من امکان یافتم که همین سرود رو با شما ثبتم و پیشنهاد کنم. بله، وقتی سرودهای زیبای ما رو در دیگر جا گوش میکنن، این شرفمندی ما. گوش کردیم، راحت بردیم تا جای مهمانخانه ما اومدیم، تشکر هم گفتیم. و بعد شنیدن اون که همین حافظهای ما در با او پسند اومدن، نرخ تاکسی رو خیلی پایین بود.